درود شنوندگان گرامی. با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری. آغاز گفتاری هشتم. اسکندر هم دقیقه خیالانگیز به این منظره نگاه کرده ایستاد و سپس به من اندک صبر کن، با این جناب کمتر چق کنم گفته به نزد وی رفت. میبخشید گفت اسکندر به آن مرد سلام داده، من دکتر هستم. مهمان خارجی از این طرز نادیره شناس شوی تعجب کنان لحظه چینهای پیشانش را به بالا روانده وضعیت تن خود را تغییر نداده به هیئت اسکندر نگاه کرده ایستاد. بعد گویا ناگهان چیزی به یادش رسیده باشد لبخند کرد و خطاب نمود. اوکی دکتر، مرحمت بشینید. از صحبت دکتران همیشه خوشم می آید. تشکر، شما خیلی مهربان و التفات کارید. به سخن آرایی در آمد جوره من. افسوس که فرصت ندارم و به جواب شما اگر در ملال خاطر نشود یک مصلحت می دادم. من از کنار گفتگوی این دو نفر را با اضطراب گوش کرده ایستادم. مهمان بی‌شبهه از نیت رفیق من پی برده بود که میخواست به او ملایم کرده بفهماند که پایش را از بالای میز بردارد. اینجا گله جزیره فیلیپین یا مهمانخانه جامبی نیست، اما مردک با وجود این وضع خود را تغییر نداده راست به چشمان رفیقم پیشخند آمیز نگه کرده می ایستاد. دلم در خواطر بود که جورم در این مناظره ظاهراً به ادبانه و باطناً تیزتون ملزم نشود، بلکه سخنش را دوام داد. اسکندر، جسم آدم طور ساخته شده است که هر کدام اعضایش در بلندی باشد قسمی تازه خون اول به همان جا می رود. انا حاضر شما که به این طرز نامعتدل استراحت می کنید خون تازه به پایتان رفته ایستاده است، یعنی حجیره های پایتان از حجیره های سرتان خوبتر کار کرده ایستاده است. افاده هوا بلندانه تمسخر آمیز از چهره مهمان در یک آن پرید. سر و رویش تا بون گردنش سوپ سرخ شده رفت، ولی او از افتکار در حال خود را به دست گرفته قاه خندید و پایش را از روی میز فراورد. ثانی همچنان خنده کنان از جایش برخاست و به کتف اسکندر تپ تپ زده گفت که دکتر بلا چه بوده است، برد از آن اوست. سپس کاغذ پیچ را از کیسه برآورده رقم خانه اش را نوشته به اسکندر داد و او را به مهمانی دعوت کرد. هر دو اوکی و آل رایت گویان از هم جدا شدند. هنگامی که به لیفت سوار شده پایان می رفتیم از اسکندر پرسیدم این کشفیات را درباره خون تازه و ناتازه از کدام عجایب خانه یافتی؟ حضرت طبیعت کله را به امید عطا کرده است که آن را گاه گاه کار فرمایی، گفت او. با عنعنه بروی میز پایمانی انا در همان جا شناس شده بودم. حالا در مهمانخانه خرطوم این مردک هم کی و کجای بودن خود را به این طرزی عجایب
به همه معلوم کرده می نشست و بنده از حقوق معنوی دخالت کردن یا اقلاً چیزی گفتن محروم بودم. همسفران در پیش صحن کشتی دویم جمع شده از این و آن صحبت می کردن. من از مورد استفاده برده به آنها بار دیگر گفتم که زینهار آب ناجوشیده یا یخاب ننوشند، میوه های ناشسته نخورند. تعیینات دکتر را با سکوتی رضامندانه شنیدند و با علامت قبول سر جنبانیدند. شما به سیر شهر نرفتید؟ پرسید یکی از اهل صحبت. در جواب چیزی نگفتم، زیرا اگر می گفتم جواب چندان فارم نمی برآمد. از جماعت جدا شدن خوب نیست، نصیحت کرد دویمی. دیگر طاقت کردن دشوار بود و بنده گفتم که در واقع نه من جماعت را بلکه جماعت شریف مرا تنها گذاشته رفته بود. در این اثنا الله نظر قاری هلپنگ تلپنگ آمده هنوز به دوره نرسیده خبر داد که میدانید گرما در اینجا چقدر است؟ 102 درجه. از هر طرف نداهای تعجب و تشویش آمیز بلند شدند. نخواد نه کمتر بودگیسته؟ قاری خودتان دیدید یا یگان کس گفت می؟ یا نعوذ بالله، نخواد کس در آستانه حج ایستاده دروغ گویده؟ خودم دیدم، با چشمانی سرم دیدم. الله نظر قاری راست می گفت، لیکن او ترمومتری سیستمی فرگنت را دیده بود که در دیوار کشتی یکم آویزان می استاد. از روی سیستم چلسی حرارت 38-39 درجه بود، ولی من چیزی نگفتم. بگذار گمان کنند که در راه حج عذابهای گوش ناشنیده کشیدند، در گرمایی که آب جوشیده بخار می شود به شکوه و شکایت طاعت و عبادت خود را دوام دادند. کثیرمان کتابچه را از حجره‌اش برداشته آمد که حج نامه بوده است. مجموعه قاعده و قانون‌های حج. هنوز در مسکو قاریکه به ما درباره این قاعده ها صحبت کرده بودند. حالا با سپارش آن کس حاجی تجربه‌ناک می بایست صحبت دویمی را می گذرانید. انشاءالله همین که خبر مهیا گردیدن طیاره در رسید، ما زود غسل کرده احرام می بندیم. احرام لباس حاجی هاست. تقریباً 2.5 متر صوف سفید را در تن لوچ از میان پایان می پیچانید. از این قدر زیادتر صوف را از بالای کتف چپ به زیر بغل راست گذرانیده به تنمان پهن کرده می پرتاییم. با پایمان همان شیپک رزینی ببخیه را می پوشیم. وقتی لباس پوشی با آواز شنوا، بهترش با آواز هرچی بلندتر تکرار کردن کلمات زیرین شرط است. لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت و الملک لا شریک لک. یعنی که لبی خدایا خداوندا لبی، ای آن که به خود شریکی ندارد لبی، تنها تو سزاواری حمد و ثنا و نعمت و ملک دنیایی. اینک ما به حضور تو آمده ایم. بله، ما این کلمه ها را باید از جاد بدانیم، چون که آنها را نه تنها هنگام احرام بندی بلکه در تمام مدت حج به شمار تکرار نماییم. برابر قدم نهادن به خاک مقدس وطن پیغمبر علیه السلام
به هر واسطه خود را به راه مکه مکرمه می اندازیم و به کعبة الله رسیده خانه خدا را زیارت می کنیم، آب زمزم می نوشیم، به کوه مبارک عرفات رفته اقلاً یک شبانه روز را در دامنه این کوه می گذرانیم. یک شبانه روز را در کوه همین گونه مبارک مزدلفه خواهیم گذرانید. 3 شبانه روز انشالله با طاعت و عبادت، مراسم قربانی و سنگ پرانی به هیکل شیطان رجیم در وادی مینا خواهد گذشت. باز از آب شفا بخش و حیات آفرین زمزم می نوشیم. بعد انشالله به زیارت آرامگاه پیغمبر مدینه منوره روان خواهیم شد. واقعاً نام شهر و موضعهای عربستان را میم بعد زینهار با علاوه صفت مناسب آنها به زبان می گیریم. مثلا بندر بحری و هوایی حجاز، شهر جده را جده مبارکه می گوییم. مکه مکه مکرمه است، مدینه مدینه منوره. این تقاضای آداب مسلمانی است. خوب شده است همین طور میکنیم. با تعریف ما آبروی یا آبادی موضع می افزوده باشد. مرحمت. مصاحبه تعلیمی عاید به حج به پایان رسید. صحبتی آزاد سر شد. یکی از قاری‌ها درباره خصلت‌های نیک پیغمبر حکایت سر کرد. رسول خدا بسیار آدمی رحمدل بودند. روزی با صحابه خود می نشستند که گربه نامعلوم آمده بر دامن جامه‌شان خوابیده است. وقتی که به خیستن ضرورت می افتد، حبیب پروردگار آن جانور را تشویش دادن و به خواب وی خلل رسانیدن نخواسته دامن خود را بریده از جای می خیزد. من از شنیدن این روایت کیف کردم. رحمدلی رسول خدا در حقیقت سزاوار تحسین بوده است، لیکن اگر همین همت را به فرزند انسان هم روا می دیدن، کار سره می شد دیه. آنگاه در ایامی پرآشوب جاری کردن دین مبارک اسلام سری هزاران هزار آدمان بیگناه از تنشان جدا نمی شد. بعدتر در زمان خلیفگی 4 یاری با صفا ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر هم صدها شهرهای آباد، دهه‌های جنت آسا و مقام بومها یا میدان اسب‌تازی‌های لشکر اسلام تبدیل نمی یافت. آنگاه شاید طفلان نوزاد آدمانی گول و گرنگی را که دین اسلام را فوراً قبول نکردند در گهواره ها در سینه گرم مادرشان با شمشیر عدالت قلم نمی کردند. خیر، میری کسی را به چیز مورد عیب و نقطه‌گیری قرار دادن خوب نیست. آدمی دیه. یکی به گربه دل بستگی دارد، دیگری به سگ یا اسب، سیومی از همه موجودات عالم بنی بشر را معتبر می شمارد. دلی زینب. افسوس که با خیال بند شده از معلومات نادیره بی‌نصیب ماندم. از بس که گربه اصلا حیوانی به خاصیت بوده است، کدام از پیغمبران تخت پشت وی را از روی مهر با نوازش سیله کرده بودند. از شرافت همان نوازش گربه را حالا از بلندی یا حتی از بالای مناره چپه کرده پای در هوا پرت آید، به زمین باز راست شده، یعنی با پایش می فرامده است. من گرنگ نفهمیده ماندم که چنین نیکی را در حق این جانور محض کدام پیغمبرمان کرده است. بچه های من هم یک گربه دارند. مثل اکثریت گربه ها نامش ماشان. خیلی مغمبیر، چالاک و حتی تا اندازه دانا باشد هم به هر حال بیسواد
و از روایت‌های عجایب بیخبر است که نمی‌داند که به عوض این گونه امتیاز عجایب داشتنش باید به ارواح همان حضرت نکوکار شکرانه بگوید، چون که آخر از همه جانورهای دیگر دیده به وی بیشتر از بام به بام یا از رفع به رفع حلاس زدن لازم می آید. مناظره علما به موضوع خوراکواری گذشت. از موقع نان و گوشت صحبت علمی سر شد. دانشمندان به چند گروه تقسیم شدند. یکی می گفت که در هنگام پلوخوری گوشت آش را بروی نان یا نان پاره ماندریزه کردن جایز نیست، زیرا بالاتر از نان چیزی ماندن ممکن نیست. دیگری می گفت که راست، بالاتر از نان چیزی ماندن از ثواب نیست، اما گوشت پاره کردن جایز بود. سیومی عقیده خود را واضح و معین نگوید هم از کیم کدام مأخذها چند جمله اقتباس آورده موقع و مرتبه هر کدام این چیزها را علاهیده تأکید می کرد و با همین وسیله اظهار فضل می نمود. اسرافیل که مثل من در گوشه خاموش نشسته گوش می داد از جای برخاست و به راهروی کشتی رفته ایستاد و به من نگاه کرد. آهسته خیسته به نزدش رفتم. بیا به کوچه می برایم تکلیف کرد او. میلش میل نایب الرئیس قانون است. رفتیم. اسرافیل چیزی نگفت. از وجاهتش پی بردم که حالا به هزل و شوخی میل ندارد. راهروان پرسیدم که درباره مباحثه همکسبانش فکر او چیست؟ اسرافیل از راه باز ایستاده چشمان میشی خود را به زمین دوخته و تکمه های کرته مرا خیالمندانه بازی دارانده ایستاد و نهایت با یک آهنگ گرانی حزن‌آمیز گفت: به مباحثه ها خوش ندارم. از زینه کشتی به ساحل فرامده، از زینه سنگین ساحل به بالا به کوچه برآمدیم. اسرافیل آرنج هایش را بر پنجره کنار کوچه گذاشته مدت جریان دریا را تماشا کرده ایستاد. باشکردها یک مقال دارند، گفت او لبخندی کرده. من دمولا سندمولا ادگه پیچن کیمسله. از هم کسبه های من 4 تاشان به یک جا جمع شوند، غیر از مناظره و محاکمه انا همین خیل گپها دیگر کاری را نمی دانند. آره، گمانی مبهمی کمینه که در وجود متولی اوفا یک چیزی عمیق‌تر از شعور مقرری ملایانه هست تدریجاً تصدیق می گردید. هر روز از دهان 100 کس می شنویم که حالا عصر 20 است، ولی هیچ نیکی معنای این حقیقت عادی به شعور ما برسد. علاوه نمود اسرافیل پس از فاصله. من چیزی نگفتم. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدی شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرالی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتاری 8.